من دوستو سیب ارزان کیسه را لرزان خوشم لرزان او لرزان زتا به مزه سیب گجای اکو انا خودی کم خیشه غانچی چه در نوختوز خیلی کنه خاکت سیبای غانچه نو سیبی غانچی انا قلچی کلیبه اگه شناسه نام اکو منا من دوستو سه بگیره سه بگیره دیده خشم من 3.80 گرفتم شما 3.5 فروخته دیده انا با گیره والا من افشش گله نمیکنم سه شما به مزه بده پوری او بله سراد نه بچه های میخنده پوری او گفته تکرار کرده میگذه تا آبش روی پیشنگی آدم تر کرده در تو سوچنی مانا اینه من سرابم اینه ما سرابم بله اون باشه توی وقت نمیستونی تز گوه صاف شما کنی باید دیگه نیسته دیگه یا مالیان گردم پرانه یا من چرکون رو برون دارم گیره دیانو نگیره دیادون پاک شما خورانه نفرم که نگیرن شما ده همین جو برفتم ببرم تو خودم پای کنه این بود انده که از رفت سودای خیشه غانچی نوار کردیم که سیبه غانچی رو آورده در مچای مو در سری چار کوچگی فروخسادیم من اکو خدا خلال من اینا رو چک میگیرم اینجا کلونی اصناف کر میدونه ده کیه همون چکی ما نشما کنیم میتیمه انا این شب واز یوتیوب باید شما ها او معلوم شیرک نمیدونم سیبی باقای حاجی مولان بود است این اغانچی کسی اغانچی هست میدوند یا قلچی کولیبوی اونچه رشت حل دورانه که حکا سید رسول خدا خود میگیرد بچه تومن شب سلام علیکم او سیب ارزان شده است نکی سیب سمرین که اینی غانچی پوری و سوچ نمیگود که همین میگود یا میگذی آبش میچوشد بید سیب گنده ارزان 3.5 سمرین که با اینجا بید 3.5 سامانه همین در مگزین ها 10 سامانی میفروشم من گرند تو میتونم به یه خلچی گیرد بید همی گیره 3.5 ادا شدم چامپله ارزون بشه 3.5 سامان ارزونش کرد نرخ 3 میشه بعد دلتون نمیشه بعد چی دلتون نمیشه سنیم شما جو من 20 سامان تامین چی میگم من سدید میشم میره کار به هر چی تامین میگم 20 سامان 20 سی اونجا هر چی میگم یا مردم یا هر دینو چه شون تو سامان کی میفروشه حاجی خدا 50 سو با مدرک 10 سامان تو پورا دو سامان تا خونه رای دو سامان 10 سامان میفروشم ماشین حاجی بابا داکنه حاجی الله الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار پروردگارم خوشایش کرد انا فاتحه پیری کار گرفته انا سری باغ کی بود گفته باغ حاجی مولان از کلکی کلی بود رحمت